سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو قراره درباره تقویت مهارت لیسنینگ صحبت کنم. ما به طور کلی دو نوع مهارت داریم: مهارت‌های ریسپتیو و مهارت‌های پروداکتیو. مهارت‌های ریسپتیو مهارت‌هایی که ما از طریق اونها یه اطلاعاتی رو دریافت می‌کنیم، مثل ریدینگ و لیسنینگ. ما با تمرکز روی اون محتوا میتونیم یه سری مطلب دریافت کنیم از اون محتوا. از طرفی مهارت‌های پروداکتیو مهارت‌هایی که ما اون اطلاعات رو ایجاد میکنیم، به بقیه میدیم، ما اینجا محتوا رو داریم تولید میکنیم. پس رایتینگ و اسپیکینگ جزو مهارت‌های پروداکتیو من. و از طرفی من تا حالا کسی رو ندیدم که اسپیکینگ قوی داشته باشه ولی لیسنینگ ضعیف باشه، یا رایتینگش قوی باشه ولی ریدینگ ضعیفی داشته باشه. پس تقویت مهارت‌های ریسپتیو پایه و اساس تقویت مهارت‌های پروداکتیو ما هستن. یعنی هر چقدر که من لیسنینگ قوی تری داشته باشم، خیلی راه برام بازتره که بتونم اسپیکینگم رو تقویت کنم. پس اصلا دست کمشون نگیرید. من این ویدیو رو برای تقویت لیسنینگ به صورت کلی دارم ضبط میکنم و اصلا مخصوص هیچ آزمون خاصی نیست و اینکه به این منظور دارم ضبط میکنم که شما هیچ پیش‌زمینه‌ای ندارید، یعنی اینکه عادت ندارید به شنیدن. و هر چقدر هم که من عادت نداشته باشم به شنیدن، خب مهم نیست که چه کتاب سطح بالا و پیشرفته‌ای رو دارم یه جایی کار میکنم. وقتی عادت ندارم به شنیدن، باید از همون پایه شروع بکنم و نمیتونم یه اسکیپ کنم بیام روی اون قسمت‌های سطح بالاتر. یه زمانی بود که انقدر محتوا کم بود که تهش مثلا چند تا کتاب آزمون محور بودن و چند تا فیلم بودن و دیگه تمام چیزی بودن اینا که تو دسترس زبان آموزا بودن. ولی الان به خاطر فضای مجازی انقدر محتوا و مطلب زیاده که زبان آموز اصلا گیج میشه، میگه که کدومش برای من مناسبه، من باید برم سراغ کدومشون که بتونم لیسنینگم رو تقویت کنم. اول با پادکست شروع کنیم. پادکست واقعا تاثیر فوق‌العاده و قابل توجهی توی تقویت لیسنینگ ما داره. پس اولین کاری که باید بکنیم اینه که یه اپلیکیشن پادکست رو دانلود کنیم. حالا میتونه اپل پادکست باشه، کست باکس باشه. من از کست باکس استفاده میکنم و توی این اپلیکیشن های پادکست تقریبا هر پادکستی که تولید میشه از طریق این اپلیکیشن ها به گوش شنونده میرسه. مرحله بعدی اینه که من حتما حواسم باشه که فایلی که گوش میدم بیشتر از 5-6 دقیقه نباشه. این برای اول کاره، چون که هدف ما اینجا ایجاد روتین و عادت سازیه. پس اگر من یهو مثلا برم بگم که برو یه ویدیو، یه 10 دقیقه ویدیو، پادکست 10 دقیقه‌ای گوش بده یا یه ربع، شاید مثلا 2 روز 3 روز انجامش بدیم ولی بعدش بگین که امروز حوصله ندارم و امروز سرم شلوغ بود و حسش نیست و بعد دیگه مثلا کلا ولش کنید. این 5 دقیقه به این واسطه مهمه، به این دلیل مهمه که دیگه همه 5 دقیقه رو زمان دارن تو طول روز و خیلی این بهونه مغز کمتر میشه واسه انجام ندادن و میشه مدت طولانی تری از این روتین استفاده کرد. از طرفی موضوعی که ما میتونیم گوش بدیم، موضوع پادکستی که ما میتونیم انتخاب کنیم، یه سری افراد هستن که محتواهایی که تولید میکنن مخصوص آموزش زبانه. یعنی با گوش دادن به اون فایل‌ها هم میتونید مثلا یه وکب جدید یاد بگیرید، یه اصطلاح جدید یاد بگیرید و هم میتونید که لیسنینگتون رو تقویت کنید. پس من یه چند مدلش هم میذارم توی قسمت دسکریپشن، ولی شما میتونید از طریق هوش مصنوعی اطلاعاتی که میخواید رو بهش بدید. مثلا سطحتون رو بگید که میخواید آموزش زبان باشه، بگید که مثلا نمیخواید خیلی سخت باشه چون عادت ندارید و بهتون خیلی مواردی پیشنهاد میده که میتونید ببینید با کدوم ارتباط بیشتری برقرار میکنید. از طرفی یه سری محتواهای متفرقه هم هستن که یعنی برای آموزش نیستن، هر موضوعی که دلتون بخواد دیگه درباره‌اش پادکست هست این روزا، ولی احتمالاً یه مقدار طولانی تر باشن. پس بهتره که یه مقدار کم کم گوش بدین. یعنی اگر 10 دقیقه است به 2 تا قسمت 5 دقیقه‌ای تقسیمش کنید و اونا رو گوش بدین. یه سری پادکست هم هستن که مخصوص بچه‌ها تولید میشن، ولی اصلا فکر نکنید که چون برای بچه‌ها مخاطب هدفش بچه‌ها بودن شما دیگه نباید برید سراغش. چرا؟ اتفاقا چون که خیلی واضح‌تر و ساده‌تر صحبت میکنه، برای عادت کردن به شنیدن خیلی میتونه گزینه‌های خوبی باشه. بازم من 1-2 موردش رو می‌نویسم توی دسکریپشن، ولی بازم میتونید از هوش مصنوعی کمک بگیرید که بتونید پیدا کنید بعضی از مواردش رو.
یه قابلیتی که اپلیکیشن های پادکست دارن اینه که به شما اجازه میدن سرعت اون فایل رو یه مقدار بیارید پایین تر، البته هر چقدر که دلتون بخواد. ولی پس برای اولش ما اشکالی نداره که بیایم یه مقداری سرعت رو مثلا بذاریم 0.8 سرعت عادی، 0.7 سرعت عادی. اونم وقتی من فایل رو پلی میکنم و میبینم که من هیچی متوجه نمیشم. اینجور موقع اشکالی نداره اگر این کار بکنم، ولی باید حواسم باشه که بعد یه مدتی من دوباره برش گردونم به همون سرعت اولیه و این شکلی نباشه که دیگه تا آخر عادت که کردم بهش تا آخر بخوام با همون سرعت 0.7 پیش برم. و از طرفی هم من خیلی مهمه این که بتونم چالش بیشتری برای خودم ایجاد کنم. یعنی اگر به یه مدل فایل دیگه عادت کردم، به یه سطح ساده ای عادت کردم، یه مقدار اون چالش رو بیشتر کنم، برم سراغ فایل‌های سخت‌تر، فایل‌هایی که مثلا تو موضوعات تخصصی تری ایجاد شدن، مثلا موضوعات روانشناسی، موضوعاتی در مورد فلسفه یا هر مسئله دیگه‌ای که بهش علاقه داریم. اینم بگم که این احتمال خیلی خیلی زیاده که شما هر فایلی رو گوش بدید و ببینید که اصلا چیز زیادی ازش متوجه نمیشید. این خیلی طبیعیه، چون اگر شما قرار بود اون رو متوجه بشید که یعنی بلد بودید اون بخش و دیگه نیازی نبود برید یاد بگیرید. ما باید اینو بپذیریم که خیلی چیزا هست که ما نمیتونیم متوجه بشیم از فایل ها، پس همین باعث میشه که من برم بیشتر گوشش بدم، دوباره تکرارش کنم و برم یه مقدار در مورد چیزایی که میشنوم سرچ کنم، تحقیق کنم و بدونم که این به مرور زمان درست میشه و نگران این نباشم که من الان مثلا چیز زیادی متوجه نمیشم از اون فایل. چیزی که خیلی انجامش میدن اینه که فکر میکنن که اگر پادکست رو پلی کنن بعد برن همزمان باهاش یه کار دیگه انجام بدن، ظرف بشورن، رانندگی کنن، مهارت لیسنینگشون رو دارن تقویت میکنن. من فکر نمیکنم که این کار تاثیر چندان مفیدی توی تقویت لیسنینگ من داشته باشه، چون که من وقتی میتونم دوتا کار رو همزمان انجام بدم که روی هر دوتای اون کارا مهارت کافی داشته باشم، مسلط باشم. شاید مثلا من روی رانندگی یا ظرف شستن تسلط داشته باشم ولی من قطعا روی لیسنینگ تسلط ندارم. پس اگر همزمان هر دوتای اینا رو انجام بدم، من تمرکزم در واقع داره پخش میشه، یه مقداریش سمت اون کاره، یه مقداری سمت این یکی کاره. پس اگر قراره که من مثلا روزی 5 دقیقه وقت بذارم، اون 5 دقیقه رو برم یه جایی که دیگه برای 5 دقیقه کسی مزاحمم نشه، تمرکز داشته باشم و اون 5 دقیقه رو اختصاص بدم به شنیدن و اینکه یه تیکه کاغذ کوچیک جلوم باشه و کلماتی که به نظرم جالب میاد، چیزایی که برام آشناان، چیزایی که توجه منو جلب کردن و میخوام بیشتر در موردشون بدونم رو بنویسم. میتونم پاز کنم بنویسم و چون هدفمون اینجا تقویت مهارت شنیداریه، خیلی روی دیکته اینجا نمیخواد که من حساسیت به خرج بدم و اینکه مثلا میتونم با استفاده از تکنیک شادوینگ پاز کنم، دوباره تکرار کنم اون کلمه رو، دوباره بک بزنم، بیام 10 ثانیه عقب‌تر دوباره تکرار کنم و میتونم اون چیزایی که نوشتمم دوباره برم سرچ کنم، روش سرچ کردنم که تو ویدیوی قبلی آموزش دادم و اینکه حتی میتونم از قسمت با استفاده از اینکه تکرار میکنم من یه چیزی رو به جای اینکه بنویسمش، بعدش همون موقع میتونم برم با استفاده از سرچ صوتی گوگل سرچ کنم اون کلمه رو، ببینم که چه کلمه‌ایه، چه معانی داره. خب دوستان، بخش پادکست تموم میشه اینجا و من سعی کردم نکاتی که در مورد پادکست به ذهنم میرسید رو بگم، ولی اگر بازم سوالی یا چالشی در مورد پادکست دارید میتونید ازم بپرسید تو قسمت کامنت ها و توی بخش بعدی این ویدیو ما در مورد موسیقی، در مورد آهنگ حرف میزنیم، در مورد فیلم و کلیپ و محتوای ویدیویی صحبت میکنیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و از مطالبی که گفتم بتونید که به اندازه کافی استفاده کنید.